8 ماه سال 2021 در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام عکس‌ها و معلومات با نرخ 3000 سومانی به فروش برآوردن یک سر خرس بچه پنهان گردید. ضمن عملی نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که عکس‌های در شبکه‌های اینترنت جای داشته به نابالغان س سال تولدش 2004 ساکن شهر دوشنبه و نه سال تولدش 2004 ساکن شهر دوشنبه تعلق دارند. در نتیجه پرسش نابالغان معین کرده شد که خرس بچه را شهروند رجبوف امینجان بختیارویچ از شکارچی شخصیتش نامعلوم خریداری نموده با مقصد فروختن از ناحیه خوولینگ به پایتخت آورده برای نگاهبین و پیدا نمودن خریدار در اسبخانه حاجی قیوم نام شخص که در محله زرفشان ناحیه سینا جایگیر است نگاه داشته است. نابالغان از نبودن رجبوف استفاده برده خرس بچه را با مقصد سیر و گشت به مرکز پایتخت خیابان رودکی آوردند که باعث نظر و عکسبرداری شهروندان دیگر گردیده است. ضمن از نظرگذرانی اسبخانه مذکور باز یک خرس بچه دیگر دریافت کرده شد. خرس بچه ها از خرس‌های معمولی با خصوصیت‌های خاص خود فرق کرده نمود آنها به کتاب سرخ تاجیکستان داخل گردیدند. عین زمان این حیوان‌های نادر برای معالجه فرا گرفتن در باغ حیوانات شهر دوشنبه جایگیر کرده شدند. از جانب کارمندان میلیشیا برای معین کردن شخصیت رجبوف، حاجی قیوم و شکارچی مذکور چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی ادامه دارند.